آموزش میلیونی ترین ویدیو شافل است. این ویدیویی که می‌کنم براتون میذارم، حتما یاد تو اکسل رو دیدینش و براتون آشناست. بریم سراغ آموزشش. حرکت اولی که میزنن رو من تو ویدیوهای پایین‌تر بهتون کاملا نوشته باشم. 5 تا از این 1 2 3 4 5. پنجمین وقتی میخواد چنج بشه، پایی که میاد بالا میکوبه عقب، پایی که رو زمینه میره رو پاشه. یعنی اوکی. خب چنج میکنه، با این پا میخواد بزنه، پا میاد بالا، دوباره این پا میکوبه عقب و این پا میره روی پاشه. حتما هایلایت آموزشی رو ببین، پیجمو فالو کن که کلی آموزش دیگه داره.